به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، اگرچند در مورد تبریکات عیدانه ملت و مردم عزیز کشور را تبریک نمودیم، اما در این لابلا آنچه در کشور گذشت خواستم یک خطاب آتشین و آبدار به امام علی رحمانوف نمایم. و عنوان این برنامه را گذاشتم خطاب عیدانه به امام علی رحمانوف به مناسبت انجام ماه مبارک رمضان و فرارسی عید سعید فطر. هموطنان عزیز، حلول عید سعید فطر را به یکایک شما تبریک می نمایم. و رغم همه تهدید و فشار و مانع و مقابله و جنگ و جدال رحمانوف، این دیکتاتور طاغوت و به ایمان، جهت اجرا و انجام فرایض دینی شما توانستید روزه ماه مبارک رمضان یکی از 5 رکن بنای مسلمانی را بجا آورید. من آگاهم که شما این ماه برای ما مسلمانان شریف و مبارک را ماه نزولی الکتاب قرآن کریم را، ماه خاص برایمان را امسال و این بار با چی عذاب و مشقت، بدون دسترسی و روشنی و گرمی، بلکه برعکس تحت نظر و نظارت و دخالت شدیدی خادمان امنیت و میلیسای این دشمن خصم خورده دین و آیین طی کرده و با کمال شکیبایی و اخلاص رسالت بندگی خود در نزد الله جل جلاله را بجا آوردید. دینا вообще свет ندادن. ما همیکلی اوقات خونه خورده استیم، چخیل کنیم چای جوش نیست، گاز استفاده میبریم. من همین دوم ده دیشب ما برق نه уже چند ماه شد من برق نیسته مادر. 2 روز شد вообще بو نداریم. نمی یا نیم ساعت میتن، یا ساعت میتن، همین با مکشن او نیست، سوید نیست. همین سوید شمرد. رمضان چخل میکنیم، تلفنمون ضریت هم نداره، بخدا نمی سرخزک نخستم، گودک میده روزه داره نخستیم. افطار تاریکی ده چخل میکنه، نم تاریکی ده پرداره یعنی ما میکنه. تلفنم ضریت نداره، ضریت فنریکا ضریت ندارن. های دادن همون روزامونو که شده محکم کردیم، همون نمازمونو خوندیم. در رمضان چه خیل میگذره؟ گذروندیم یک مشقت خیلی گذروندیم که براستش این مسئله به ما بسیار مشقت عذاب راه بده. نه خیلی سویت نباشه بسویت چه که خود صوت پزوندنم دشوار و گرم کردنم دشوار و در واقع این سال در تمام موجودیت تاجیکستانی صاحب استقلال برای اولین بار بود که مردم مسلمان تاجیک در مسجدها زیر شمع و روشنی تلفن‌های دستی نماز تراویح را ادا کردند. به حد کثیف و کثافت و ناجوان مرد و نامسلمان و از اسلام و خدا و رسولش دور است و فاصله دارد و متنفر است که حتی در شب لیلة القدر هم سویت را به مردم نداد. ولی در شب نوروز که خودش و زنش، بچهش و کلون و دخترهایش را در منبر شناند و در صحنه دوشیزگان و نوباوگان مسلمان زاده روزدار را اطلس و چکنی ابلق ازرق پوشانیده زینای چشم کرد و برقصاند. سوید داد. در روز قرائت پیامش هم این کثیف سوید داد. خودی همین حالتها از مناسبت پر از تنفر و پر از دشمنی وی با اسلام و مسلمانان شهادت می‌دهد. در دری مساجد خادمان پلیس و امنیت قراولی کردن نگذاشتند که جوانها و نورس‌های تا سن 18 در جمع نمازگزاران، برادران و پدران و عمک و تقاهایشان بپیوندند. حتی در همین ماه مبارک چندین نفر از پدر و برادرها را بردند و برای رعایت نکردن قانون جریمه کردند. ما قبلا هم بارها گفته بودیم و اینجا باز تکرار میکنیم که تلاش‌های رحمانوف برای از میان برداشتن اسلام در تاجیکستان ثمر نخواهد داد. این مردم مسلمان را شوروی با تمام قدرتش نتوانست از دینشان بیرون کنند. حالا تو با اس یتیم و اتئیست ضد اسلام و ضد خدایت چیزی کرده نمیتوانید. انشاءالله امسال اکنون باز مراسم عید و عادات آن را ممنوع کرد. برای عیدگردک جریمه مقرر کرد. هر سال یک نمود محدودیت و مانع برای مسلمانان ایجاد کرده ایستاده است، اما هیچ نه که کارش پیش برود و به چیزی که میخواهد نائل بشود. پیامک به آموزگاران در باره منع عیدگردک کودکان این زنро ناراحت کرده است. او جانبدار عیدگردک است و میخواهد خردسالان از این خرسندی محروم نشوند. ما در معلم در گروپ ها پرتفتن که ممکن نیست اجازت نیست رفتن ده کودکو زیق شدن خیلی.
омӯзгорон мегӯянд онҳо аз пеши худ чунин паёмеро ба волидони кӯдакон нарасониданд, балки дастури вазорати маориф ва илми тоҷикистонро иҷро карданд. در تمام جهان تاجیک ها را تروریست اعلام کرد. فهرست تاجیک های تروریست و اکستریمیست که در دست اینترپول هست به مراتب بیشتر از هر دولت دیگر دنیا است. نتیجه مناسبت خصمانه و دشمنانانه رحمانوف با مسلمانان تاجیک است که آنها دیگر در دنیا تروریست معرفی شدند، تروریست اسلامی. البته چنین معرفی کردن تاجیک ها بر منفعت رحمانوف و حکومت آیلوی وی است. اما این منفعت لحظه‌ای و کوتاه مدت است. در دراز مدت این بر ضرر ملت و آینده آن تمام می شود و بر ضرر دولت تاجیکان. ولی این مسئله موضوع امروزه ما نیست. ما از آن می گوییم که چرا رحمانوف حداقل در این ماه برای مسلمان ها مبارک محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی را کم نکرد، بلکه شدیدتر و بیشتر کرد. مسجدها به برق تراویح برگزار میکردند. مثلا این حالت وزنین در ازبکستان، در قرقیزستان و قزاقستان و در ترکمنستان نبود، در تاجیکستان اتفاق افتاد. چرا؟ چون که سیاست اسلام ستیزانه و دین حراسی رحمانوف باعث گردید که الله توانا نکزتش کند. رحمانوف یگان بار سر به سجده نگذاشته است، یگان بار تکبیر نگفته است، یگان بار نه به رکوع و نه به قعده ششته است. سمع الله لمن حمیده نگفته است، ربنا ولک الحمد نگفته است. شکر الله، شکر نعمتهای الله نکرده است. وقتی من میگویم نکرده است، شما درست فهمید آنچه میگویم. درست است، یعنی شما دیدید که رحمانوف در یعنی مکه به شکل با سلیمان دولتوف نماز گذاشته است و در داخل کعبه یا مکه نیز چنین کار را انجام داده است. یعنی تکبیر تحریمه را با الله اکبر گفتن نمازگزار به نماز وارد می شود. بله، باید این عملش خالص باشد و در نزد ذات قرار داشتنش را با حضور قلب احساس نماید. آیا شخص اللهش را عبادت می کند بتواند بر ضد او همه دشمنی را انجام دهد؟ هرگز نه. اما بیننده عزیز و گرامی، امام علی رحمانوف چی؟ با این سوال دیگر جواب لازم ندارید، چون 10 میلیون شهروند کشور از اعمال و کردار مقاماتش شهادت می دهند. امام علی رحمانوف بیننده گرامی تمام قدرت و قوتی حکومت را به آن روانه کرده ایستاده است که مردم مسلمان تاجیک را از اسلام دور سازد، به خدا و به دین سازد. برای مثال تا 18 ساله منع کردن آموزش دینی، برای مثال محدود کردن محل ادای نماز، برای مثال منع پوشیدن ستر و حجاب، برای مثال منع ریش. خلاصه این همه ممنوعیت ها باعث عتاب و قهر خدا نمی شود. اگر یک کودک تا 18 سالگی تعلیمات دینی نگیرد، بعد 18 چی را یاد میگیرد؟ حالا همین کودک ها در کجا باید تعلیم اسلامی بگیرند؟ اگر که در نزد پدر و مادرها و در نزد ملاها نگیرند، در نزد زنهای آگاه نگیرند، در کجا پس بیاموزند؟ سوال اینجاست که چرا امام علی رحمانوف با اسلام مشکل دارد؟ اگر رحمانوف با اسلام مشکل دارد، باید خلق مسلمان تاجیک چی کار کند آخر؟ برای رحمانوف شده یک خلق، یک ملت از اسلام خارج شود؟ باور کنید که رحمانوف همین را میخواهد که مردم دیگر اصلا درباره دین خود ناندیشند، نخوانند، ندانند، فقط گفت رحمانوف را کنند، 2 سال ذخیره کنند. اما خب برویم طرف رحمانوف و دین و آیینمان را کنار گذاشتیم و سر کردیم به ذخیره کردن. در کجا ذخیره کنیم؟ سوئد نیست، یخدانهایمان بو گرفت. کارخانه تولید حسیب یا کلبسه، مغازه ها، دکان های فروشی گوشت، رستوران ها، مثلا قایماق و سمیتانه و شیر و تواروگ و پنیر، همه‌اش خراب و ویران شده ایستاده است. بالفرض حالا 300,000 بنه در تاجیکستان است، 300,000 یخدان دارد. اگر 3 کیلوی گوشت داشت، چی شد آن گوشت‌هایشان؟ اگر 3 کیلوی روغن مسکه داشت، چی شد؟ و اکنون همین حالت را باز با مغازه و رستوران و آشخانه و دیگرش تقاس یا تطابق یا مقایسه کنید. چی به دست می آید؟ ذخیره 2 ساله از سرت ماند رحمانوف. اینجا میلیون ها به خانواده ها ضرر رسیده ایستاده است. اما رحمانوف قوای برق را به طالبان فروخته ایستاده است. منزل حاج رحمت الله، منزل حاج امان الله، منزل حاج امرالله، فرمه گاوی مرمری رستم سوئد دارد، اما مسجد ها نداشتند و ندارند. رحمانوف همین حالا هم در وجودی هر یک امام خطیب و هر یک نمازگزار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری و محمد اقبال را میبیند.
حتی باغچه و یسلی، تولدخانه ها، مکتب ها سوئد ندارند. این چه روزی سیاه است. و باز ایزا نکشیده شرم را کرده میگوید که جهان در فکر کیهان است، عالم ها فلان و فلان کارها را کرده ایستادند، اما تاجیک در فکر او بالو ثواب است. آخرین گپ را کدام مسلمان میگوید؟ آی ابله، او بالو ثواب بر رشد علم و تکنیک چی مشکل ایجاد کرده است؟ مگر چی مانع آورده است؟ نمیگوید که سوئد نیست؟ علم و تکنیک از کجا می شود؟ مکتب سوئد ندارد؟ طلبه در کدام شرایط تعلیم میگیرد؟ من مطمئنم که حالا اگر روی و طلبه های صنف 10 را بپرسی که پرابیرکا چیست، کالبا چیست، اکثریتی مطلق نمیدانند. یک خواننده مدالیست در آموزشگاه طبی کلاب حتی نام و نسبش را نوشته نتوانسته است، اما با آموزشگاه با مدال طلا آمده است. انا این است معارف رحمانوف، پس پریچم او بالو ثواب. در تاجیکستان مردم مسلمان است بجز یک نفر که متاسفانه این یک نفر رئیسی آنهاست. اسلام با دولت، با ملت، با مردم و دولت با اسلام و اسلام با مردم و اسلام با ملت پرابلم ندارند، اما این رحمانوف حکومتی وی است که با اسلام پرابلم دارد. این خود رحمانوف است که با اسلام پرابلم دارد و پرابلم میکند. سوال اساسی این است که چرا رحمانوف آشکار را اعلان نمیکند که من دولت غیر اسلامی ساختنیم و شما مسلمان ها باید از دینتان کاملا دست بکشید و آنچه که من میگویم همان را اجرا کنید. بنابر خبرهایی که به ما میرسند، امسال در قیاس با سالهای گذشته نظارت و دخالت در امور مسجد مخصوصا در ماه مبارک رمضان سنگین تر و شدید تر شده است. در تمام مسجدهای جامع و حتی 5 وقته خادمان امنیت همیشه حاضر و ناظر و در دستها دستگاه های عکاسی و نواربرداری نمازخوانها را عکس و نوار گرفتند. مردم در نمازخوانی، اما آنها چیق چیق صورتگیری و نواربرداری. آخر این چی بدادی و این چی به احترامی به دین و آیین این مردم است. همه امام خطیب های مساجد را از علک اس یتیم و فی مخوف گذرانیده باید تعیین کردید. باز از چی می هراسید؟ بار دیگر تأیید خود را یافت و عین الیقین شد که رحمانوف با دین مردم مشکل دارد و از دین مردم احساس خوف و خطر میکند. شاید بدین منوال ادامه بیابد، 1 یا 2 سال دیگر عموما نماز و مسجد را هم ممنوع میکند. 1 مسقال، 1 کیلووات هم برای طالبان برق را کم نکرد، برای قرغیزها کم نکرد. برادر از باباجان غفورов می نویسد که برای خیراخم از بالای بام من میگذرد و قرغیزها می رود. اسفرگی میگوید که با پریناز که می شود از همسایه قرغیزم سوئد گیرم، اما رابطه تیره شد. این مشکل تمام این همه مدت حکومت رحمانوف ادامه دارد. چرا حل نمی کند؟ مشکل همین است، اما مشکل رحمانوف اسلام است. تا 18 ساله گرفتن تعلیم اسلامی چرا معنی است؟ این گونه ممنوعیت در بقیه عالم اسلام کشورهای مسلمان نشین هم هست. تا 18 ساله به مسجد نرود، قرآن نخواند، خط و سواد نیاموزد، آب دست و نمازش را یاد نگیرد، چی خواهد شد؟ یعنی همان دینمان را نخوانیم و ندانیم چی می شود؟ چی باز می شود؟ چرا رحمانوف نمی خواهد که فرزندان مردم از دین و آیینش آگاه باشد؟ فرض اسلام یعنی آموختن، دانستن، اطاعت کردن. برای دختر 9 و برای پسر 12 سال مقرر شده است و سن بلاغت است و مکلف است. حالا رحمانوف بر مقابل فرض خدا برآمده است، فرض خدا را رد و انکار کرده ایستاده است. چرا اگر مردم از اسلام واقف و آگاه بشود، بخواند و بداند، به رحمانوف معقول نیست؟ رحمانوف با طالبان نه، با اسلام طالبان مشکل دارد. اگر با طالبان مشکل می داشت، برخی مردم را می گرفت، خانه ها را تاریک می کرد، میلیون ها با مردم ضرر می آفرید و با طالبان می داد. رحمانوف با طالب ها بیزنس کرده ایستاده است. یکی از امام خطیبان مسجد شهر کانی بادام در وقت ادای جزا در محبسخانه شهر خوجند با بیرحمی بسیار وحشیانه سردار مؤسسه اصلاحی را سرش را از تن جدا کرده خواست که از محبسخانه بیرون شد. در این ماه مبارک رمضان نام تاجیک در عرصه عالم داغدار شد با نام ترک در مسکو و وضع حال تاجیک ها در اقصی نقاط عالم. حتی یک دهن لام و میم نگفت. میخواهد از این مصیبتی بالای ملت آمده یا آورده بر سود خودش استفاده کند. تلاش دارد که آن را برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کند. در دست ما معلومات رسیده ایستاده است که میخواهد آن را ببرد و
به ما بچسباند و به اروپا نشان دهد که ما این همه را کرده ایستاده ایم. این نامردی گردن بلانگزی برای حفظ کرسی و پولهای از جیب مردم و ملت دزدیده‌اش به تمام کار پست و پلید قادر است. از هیچ نامردی رو نمیگرداند. با دهان شراب و عرق ناکش میبراید و مردم را با عید سعید فطر شرمناک کرده تبریک میکند و باز ناشرمیده از سوره و آیت‌های قرآنی اقتباس و اثبات می آورد. تاجیک را تروریست اسلامی تو معرفی کردی و کرده ایستاده ای. این کار تو و حکومت تو است. خمشیبک تاشیوی قرقیز تاجیک‌ها را دستگیری و پشتیبانی کرد. دنیا طرفداری کرد. 1001 مدرک و دلیل آورده شد که این کار تاجیک ها نیست. اما رحمانوف خپ و دم لامومیم نمیگوید. میدانه چرا؟ برای آنکه رحمانوف را میفارد که تاجیک را در تمام گوشه های دنیا تروریست معرفی کنند. رحمانوف و رژیم خودکامه و مستبد ضد مردمی وی این ماه مبارک را زهری بدنتان کرد. اما شما مسلمانان متدین تاجیک استقامت و ایستادگی کردید. رسالت بندگی خود را در نزد خالق خود به جا آوردید. یگان بار و هیچگاه این طور نبود و نشد که این طرفی مسئله را هم به نظر بگیرد و بیاندیشد، فکر کند که این همه مقابله، این همه جنگ و جدال، این همه استهزاء، این همه بدرفتاری نهزنی با اسلام و با دین مردم قهر و عتاب خدا را آورده است و یا می آورد. رحمانوف با دین و آیین ما خیانت کرده ایستاده است. بر ناموسی ما خیانت کرده ایستاده است. وقتی این همه مخاصمت، مقاومت، مقابلت با خدا را میکند، چرا قهر خدا نآید؟ کسی از نزدیکان و قریبان جرأت و جسارت نمیکند بگوید که این رویارویی، این مساف و نبرد با اسلام و مسلمانان چرا؟ کبیری دیگر آواره است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج است، در داخل عمل نمیکند. باز از چی میهراسی؟ اسلام را از این مردم گرفتن نمیتوانی، با اسلام دست و پنجه نرم کردن نمیتوانی. اسلام حزب نهضت نیست که ممنوع و افراطی و افراطگرا اعلانش کنی. اسلام کبیری و محمد اقبال نیست که پرونده باز کنی و به اینترپال بسپاری. اسلام 52 دولت و بیش از 1.5 میلیارد تا نزدیک 2 میلیارد اهالی در روی زمین پیرو دارد. با کدام از آنها سر و کله می روی؟ با کدام از آنها می جنگی؟ این خصومت و این نفرت و این بدبینی تو نسبت خدا و رسول و قرآن و مسجد و اذان و ملا و آیت و حدیث است. برای چی؟ تمام این 30 روزی ماه مبارک شما را از روشنی و گرمی محروم کرد. هیچگاه ماه شریف رمضان این طور سپری نشده بود و امروز و در هیچ گوشه از دنیا برای پیروان محمد صلی الله علیه و سلم با این حد دشواری و مشکلی پیش نآمده بود. به خاطر درآمد شخصیش شده برق را به طالبان میفروشد، اما مردم خودش را در تاریکی و سردی نگاه داشت. با این حد ناصرمی گشنه است که با پول فطری صدقه فطر هم چشم علا کرده است. منع عیدگردک بهانه است. این نشان دادن عقده و موضع و موقعش با اسلام و مسلمانان است. باز در پیام تبریکات عیدانه این سالش حتی مردم را از دعوت خویش و تبار به خانه هایشان برحذر داشتند. یعنی گویا هر شهروند در سال 10 یا 12 مرتبه خویش و تبارانش را مهمونی میکرده است. حتی بر رفت و آمد خویش و تباری شهروندان این احمق کاردار شده ایستاده است. آخر کار توی دولتدار به این مسئله چی؟ تو چی کار داری؟ شهروند به خانه‌اش کدام خویش و تبارش را دعوت میکند؟ در هر پیامش یک سخنی را میگوید که در هیچ چارچوبه نمیگنجد. یا با این گپ به عزیز ما شنوانیدنی هست که با این دادرها و خواهرها و فرزندان آنها در جانم زدی، اما تا امروز سایبانی سری همه عائله کبیری خودش و عائله کبیری یعنی عزیز مای گزل خانک است. هر یک عائله در یک سال تا 10-12 مرتبه خویش و تبار و پیوندان خود را مهمانداری میکند. با رعایت آداب و ادنه‌های ملی تاجیکانه مهمان نوازی کردن آنها برای ما کاری ثواب و دارای خیر و واجبات بیشتر نسبت به آراستن دسترخوان عیدانه به حساب می‌رود. سوال این است بیننده گرامی که چرا از گفتن آن که دیگر از اسلام برای میترسد رحمانوف؟ این گپ را در
نوک زبانش همیشه میخواهد تلفظ کند اما جرأت و جسارت ندارد. ولی باور کنید که بسیار میخواهد اعلان کند که همه از دین اسلام خارج شوید و همین را میخواهد. اما ما مردم مسلمان چی میخواهیم؟ این را هم باید بیاندیشیم که تا زمان این طاغوتی از خدا و رسول برگشته در سر ما است و دین ما همیشه در معرض خطر و تحت تحقیر و شکنجه قرار داریم. تا آن روز این کثیف ممخورد سر قدرت قرار دارد، تاجیک مسلمان از ترس و وحشت باید در کوزه از آن گوید. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود خطابی من به رحمانوف. خدا کند که از دیدن این برنامه چیز پیدا نموده و برای خود گرفته باشید. بار دیگر میگویم عیدی سعیدی فطرتان مبارک باشد. خداوند تمام عبادات و عملهای خیری انجام داده شما را به درگاهی خود قبول نموده باشد و ما و شما را از جمله بخشودگان این ماهی مبارک رمضان قرار داده باشد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.